آقا الان ما بریم صبحونه بخوریم، بعدش میریم سالن مامون و کرلی و براشینگ و اینا کنیم، بعدش دوباره من برمیگردم اینجا خریداری که داشتم آنباکسینگ میکنم، بعد با هم دیگه میریم خرید. کلا امروز رو داشته باشین با من. بچه‌ها مریم امروز با ماه. سلام. همه عکس‌ها رو مریم قراره بگیره. کلا امروز از کارش قراره بزنه با ما باشه. قراره امروز من گردن بگیرم. آره قراره امروز من گردن بگیره. ما رفتیم صبحونه خوردیم. من یادم اون رفت فیلم بگیریم. داره از پشت ماشین میاد. انقدر گشنمون بود اصلا یادمون رفت از اون مرحله صبحونه خوردن فیلم بگیریم. نمیدونم چی بگم. بچه‌ها مریم میگه من فیلم میگیرم تو من. تو منظرش قشنگه جام بس دقیقاً وسط خیابونیم الان. بریم میریم سالن. بریم مامون خوشگل کنیم. بچه‌ها ما رسیدیم سالن. بعد یه عکس نشون دادم که مثلا من این مدلی کرمی میخوام. بعد عکس رو نشون آقای داد. بعد به مریم گفتن که ممکنه موهاش یکم آسیب ببینه. من اینجوری بودم که چرا من باید کرمی کنم موهام آسیب ببینه. بعد اگه فکر می‌کردن که من میخوام رنگ کنم، یعنی اگه نمی‌فهمیدین موهای منو میشوندن، موهامو رنگ می‌کردن. الانم منتظرم یکم دیگه میرم بشینم که موهام کرمی کنم. بعدم بریم عکاسی. آقا اونجا انقدر شلوغ بود. بعد گفتیم نیم ساعت دیگه باید منتظر ما هم عکاسی داشتیم. گفتیم الان آفتاب میره عوض کردیم سالن اومدیم اینجا. الان فکر کنم میخواد بازش کنم. بچه تموم شد کردیم ما خیلی با مزه شد. الان بریم خونه، بعدش هم دیگه بریم آنباکسینگ کنیم، بعدش عکاسی. بریم مایده رو ببینید. مایده برگرد باشی. خیلی قشنگ شد. سریع و راحت در 5 دقیقه. خیلی. آقا ما رسیدیم. من برم لباسمو عوض کنم بیایم آنباکس کنیم خریدارو. خب آقا رسیدیم به اون مرحله آنباکس. همه اینایی که میبینین من توی این 3-4 روزی که اومدم هر روز پاساژگردی این برام بعد پدرم در اومد به خود من تا اینا رو انتخاب کردم گرفتم. حالا بریم آنباکس کنیم. اول از کوچولوها شروع کنیم. چی هم برداشتم؟ این شورت کاربینه ولی برای یه شخصیه. این مال من نیست. برای یه شخصی گرفتم. اینم مال خودمه. این مال خودمه. از ایناست. قیمت ها رو راستی میخواستم بگم. این الان مثلا نیم تنش 999 لیر 1000 لیر. به پول خودمون تقریبا میشه 2 میلیون. نیم تنش 2 میلیون. بعد شورتش هم 600 لیر. اینم تقریبا شورتش هم 1 میلیون و مثلا 100 تومن اینطوره. بعدی از این شروع کنیم. آخ من انقدر اینا رو دوست دارم، یعنی فقط منتظرم که بپوشم سریع عکس بگیرم بذارم. انقدر خفنم. اینو بچه ها از لگوس خریدم. من نمیدونم تلفظ درستش چیه. لاگوست. این شلواره رو از لگوس خریدم. خب بعد قیمت این 5000 لیره به پول ما تقریبا میشه 10 تومن 10 میلیون. بعد سر خریدن این ست لاگوس اگه بدونید من چه بلایی سرم من نمیخواستم بخرم و صاحب شورتم گیر داده بود نباید بخرید، خیلی گرون بود. بعد هیچی دیگه آخر سر خریدمش با 1000 تا بحث و جدل و اینا خریدمش.
اینم یه چیز دیگه از لاگوسته. این چیزشه، تیشرتش یقه پولوه، بعد خیلی خوشگله تو تن. اینم قیمتش 3200 داره، 249 تا تقریبا. اینم حدودا میشه همون 6 میلیون. بچه این کاپشنشه، این خیلی خفنه. خب بعد این قیمتش 11000 لیره، به پول خودمون تقریبا میشه 22 تومن. ولی خیلی خوشگله. من واقعا فقط منتظرم که اینا رو سریع بپوشم، عکاسی کنم، هم تو پیج آنلاین شاپ بذارم، هم تو پیج خودم بذارم. انقدر که خفنه. بعد اینا رو یه دلیلی داره که خریدم. میخوام برم استادیوم، بعد اینا رو خریدم که آبی باشه، بپوشم اونجا عکسای خفن بگیرم. بچه‌مون استقلالیه. از این کلاه‌ها یه چیز خریدم، 3 تا رنگ گرفتم. اینم واسه همون آقای صاحب شورته. این 2 تا هم خریدم. این واسه خودمه با همین لاگوسته. اینم واسه زینگه. زشته بگیم صاحب شورت. آره بکن. قیمت اینا هم مثلا این 1700 لیره میشه 2 میلیون خورده ای، حدودا نزدیک به 3 میلیون. تقریبا نزدیک به 3 میلیون میشه. اینم دیروز گرفتمش. این برای دوست زینگه. اینو واسه دوست زینگ گرفتم. اینم فکر کنم خریدمش 4000 تا، تقریبا به پول خودم میشه 8. اینجا این مال خودمه. این مال خودمه. دیروز اینو از گس خریدم. اینم 4220 لیره. اینم تقریبا میشه 8 میلیون. تقریبا هم 8 تومن میشه. اینم از گسه بچه‌ها، ولی این مال زینگه. خیلی خوشگله کفشش. اینو اصلا یادم نمیاد واقعا، اگه اینجا قیمت نزده باشه. فکر کنم اینو حدودا خریدم 7000 خورده ای، که به پول خودمون مثلا میشه 14 تومن اینطورا. اینو ستشو واسه زین گرفتم. اینم دوباره از گس برای زین گرفتم. پلیورشه، تگش چیز قیمتش نیست، ولی اینم فکر کنم 4000 تا گرفتم، به پول خودم میشه 8 تومن. اینم دوباره از گس گرفتم. اینم واسه زینگه. کیف همون کفش هست که واسش گرفتم، 3000 تا، حدودا میشه 6 تومن به پول خودم. بچه اینو واسه خودم گرفتم با همون چیزه، با همون لاگوسته. اینو گرفتم 4000 خورده ای، به پول خودم همون میشه 8 میلیون خورده ای اینطورا. بعد من اینو دیروز رفتم بخرم، توی چند تا فروشگاه گشتم. بعد هر جا میگفتم سایز 38 اصلا هیچ کدومشون نداشتن، نه 38 داشتن، نه 37 داشتن، نه حتی 39 داشتن. و من دیدم قالبش کوچیکه، هی اینو نگاه میکردم، هی میگفتم آقا این چنده خب سایزش، این قالبش کوچیکه، من حس میکنم به پای من میخوره. بعد گفت 40. گرفتم پام کردم، مثلا یک کوچولو به پام گشاده، ولی خریدمش دیگه، انقدر دوستش داشتم گرفتم. گفتم یک کفی توش میندازم سایزم میشه. اینو از منگو گرفتم. مثلا منگو خیلی خوب آفزده، جز اولین برندایی که بلک فرایدیش شروع کرده. اینو از منگو گرفتم. بعد اینم 1400 لیر، به پول خودم میشه تقریبا 3 تومن. اینش هم از منگو گرفتم. اینم 2400 لیر، آره تقریبا میشه 4400 اینا. خب اینا رو هم برای زین گرفتم از زارا. این پلیوره رو براش گرفتم 1200 لیر. اینم تقریبا میشه دو خورده 2200 نمیدونم یه همچین چیزی میشه دیگه. شلوارش هم براش گرفتم، شلوارش هم سرمه‌ایه. اینم 1000 لیر، اینم میشه 2 تومن. آقا اینو من میخواستم برم آگ بخرم و خیلی گشتم دنبال آگ. هر جا میرفتم اون مدل آگی که من میخواستم و نداشت.
مثلا یه جا رفتم اون مدل رو داشت، اون رنگی که من میخواستم و نداشت. بعد گفتم که چک کنین همین رنگ رو میخرم و اینا، گفت سایزتون نداره. یعنی هر جا میرفتم اصلا یه داستانی بود. بعد دیگه داشتم فکر میکردم، گفتم که خب بعد قیمت ها همه متفاوت، مثلا یه جا میگفت 9000 لیره، یه جا میگفت 6000 لیره، یه جا میگفت 7000 لیره، خیلی قیمتاشون متفاوت بود، هر کی قیمتی میده. بعد دیگه چیز گرفتم که هفت اینا گرفته بودم، گفتم که آقا بی خیال ولش کن، اصلا قید آبو زدم بی خیالش شدم، گفتم ولش کن، الان میخوام آگ بگیرم چیکار، میرم مثلا ایران میخوام برم اینجا میپوشم و اینا، همش بارون میاد، کاری نمیتونم بکنم، نمیتونم بپوشمش. گفتم برو همون یه دونه، الان مثلا میخواستم 14 میلیون 15 میلیون پول آگ بدم، گفتم که میرم از هم پولم میگیرم یه دونه مشابه میگیرم، الان مثلا اینو خریدم، اینو خریدم 1000 لیر فکر کنم، یعنی به پول خودم میشه 2 تومن. تو بارونم بپوشم خراب بشه اصلا عین خیالم هم نیست، این چیز نمیشم، مثلا ناراحت نمیشم. ولی الان اگه آگ میخریدم 15 میلیون بهش پول میدادم یا تو بارون میپوشیدم به فاک میرفت، اصلا اعصابم خورد میشد. بعد اینم از زارا گرفتم، خیلی این خفنه بچه. الان احتمالا اینو بپوشیم بریم عکاسی. اینم خریدمش 5000 لیر، به پول خودمون میشه 10 میلیون. اینم هست، اینم دیروز از استردیواریوس گرفتم، از این هزبندا گرفتم، خیلی دلم میخواست بگیرم پیدا نمیکردم. اینا هم هر کدومش دونه 210 لیر، به پول خودمون تقریبا میشه 400. یه دونه از این بلندا خریدم، اینم تقریبا شد 900 لیر شد، تقریبا میشه 1,800,000 تومن. آره دیگه 1,700,000 تومن بود پول خودم. آقا اینم از گس خریدم واسه خودم، خیلی بوبول و خوشگله. اینو روز اول دیده بودمش خوشم آمد، بعد نخریدمش. بعد دیگه دیروز رفتم ویدیو کال داشتم میکردم بازی، این دوربین رو برگردونم رو بخرش، بعد دیگه خریدمش. اینم فکر کنم تقریبا شد 4000 تا 3900 تا اینطورا شد، هم 4000 تا به پول خودم میشه تقریبا 8 تومن. اینم خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. اینا رو دیروز رفتم از منگو گرفتم. من همش لباسام اسپورت و اینا، بعد دلم میخواست مثلا یه لباس سکسی خانومانه طور و اینا بگیرم. اینو رفتم خریدم از منگو، زیرش هم همون مشکی بلنده‌ای که از استردیواریوس گرفتم، اونو میپوشم. اینم به عنوان کیف خریدم، کیفش آف خورده و بعد 4 منگو شده و 700 لیر، یعنی به پول خودم میشه 1,000,000 خورده ای. ولی این آف نخورده و متاسفانه این تقریبا شد 3000 لیر، به پول خودم میشه 6 تومن. اینا هم رفتم از سفورا گرفتم، یه دونه چیز گرفتم، پودر فیکس چیز گرفتم، هودا بیوتی گرفتم. اینه قیمتش هم تقریبا 1100 لیر شد، این به پول خودم میشه 2 میلیون اینطورا. بعد یه دونه پرایمر بنفیت گرفتم. آقا این خیلی خفنه، اینو حتما بگیرید، واقعا خیلی خفنه، من استفادهش کردم خیلی خوبه. اینم همون هلوش 1200 لیر شد، بازم به پول خودم میشه 2 تومن دیگه. کانسیلرم که من همیشه تارت میگیرم، اینم شد 1300 لیر اگه اشتباه نکنم، که به پول خودمون میشه 2,600,000. کرم میخواستم، من اصلا کرم نمیزنم، همیشه کانسیلر میزنم، ولی گفتم بذار بخرم یه کرم سبک. اینو از سفورا گرفتم، فکر کنم 600 لیر اینطورا، به پول خودمون میشه 1,200,000 تقریبا. خب یه چیز خفن دیروز از زارا گرفتم، با مریم رفتیم این کت منو سایزشو عوض کنیم، و دم صندوق دیدم یه چیز باحال گذاشتن و اینا، گفتم بذار تستش کنم. دختر برداشتم زدمش رو دستم، بعد شاین میده به بدن، شاینش میمونه، خیلی خفنه، قشنگ جون میده واسه مهمونی و شب بیرون رفتن. این دوتا هم از فنتی بیوتی گرفتم. بچه من میخواستم چیز کنم، لیپ گلاسم رو از دیور بگیرم، بعد دیوره یکم لبم میسوزون و شایندار نداشت. بعد من میخواستم یه لیپ گلاسی بگیرم که شاین داشته باشه دیگه، اینو از فنتی بیوتی گرفتم، خیلی خفنه.
اینم گرفتم همون 1200 300 لیر. بچه تقریبا تو همین رنجن 1200 لیر 1300 لیر. اینم همون 1,400,000 اینطورا شد دیگه. یه دونه هم برای کانتور گرفتم از فنتی بیوتی. اینم دوباره تو همون رنج قیمته. این رنگشو من گرفتم. اینم همون 1200 300 لیر شد. اینم از سفورا گرفتم، چیز بلاشه برای روی گونه دیگه. هیچی، همین کل اینا حدودا یه چیزی، کل اینا حالا شد $4,000 شد. آره حدودا $4,000. نه دیگه حدودا چی، $4,000 شد که $4,000 هم تموم شد. دوباره از اون طرف پول زدم برام. همه اینایی که میبینین شد $4,000 ناقابل. و اصلا من نفهمیدم چجوری $4,000 رفت پای خرید. واقعا نفهمیدم دیگه. اینم از آنباکس امروزمون بچه‌ها. بریم، من الان میخوام برم آماده شم با مریم بریم عکاسی کنیم یکی یکی از لباسا. میخوایم توی پیج آنلاین شاپمون بذاریم، من تو پیج خودم بذارم و برای اینجا برای شما ویدیو بگیرم. بچه سلام، چطورید؟ آقا امروز یادم بچه سلام، چطورید؟ آقا